تاجران افغان تقاضا داریم که سرمایه‌هایشان را از ایران بیرون کنند و خرید اجناس ایرانی را تحریم کنند. کارو کجا می‌بری؟ تو مرا اخراج میکنی گونکش؟ کیسته؟ عزاداری مهاجرت طرح جمع‌آوری افغانی غیرقانونی مقیم ایران خدمت می‌رسیم. ما اینجا افغانی نداریم. اشکالی نداره، چند تا سوال میگیم. فقط پشت در بده. اشکالی نداره. ای ایران، ای مرز پرگوهر. خب بشمارید. یک دو سه چهار پنج. خب آفرین. بگین لطفاً به من 2 عدد نان سنگک بدهید. بگید. فهمیدم. لطفاً بر من 100 عدد نان سنگک. ما از تاجران افغان تقاضا داریم که سرمایه‌هایشان را از ایران بیرون کنند و خرید اجناس ایرانی را تحریم کنند. بابا نبر بدبختمون نکن. گونکش ما را اخراج میکنی کنه. لند کروزر هایلکس پراید شناسنامه است؟ لالا جان نان خشک است. ها نان خشک است. مال کارگری است؟ مهندس تو هستی؟ ما از افغانستان هستیم. یک نیروی غذایی ما برابر یک موتر پراید است. به خاطر این کسکشا افغانی هایی که تو ایرانن باید تاوانشو بدن و خاندان تقاید ما همین کلیپه. مامانت ساعت 11 شب زنگت میزنه میگی با الناز بیرونم ها. مامانت های میدونست الناز قد مردونگی داره خارته میگه. داداش سلام. سلام داداش. پادگان امام از کدوم طرفه؟ سربازی؟ نه بیبی خشتم. چرا به نسل ما میگن دایی شستی؟ چون هر بار به بابامون گفتیم پول بده گفت بیا. احمد آقا زحمت پوشیدن لباس ها رو کردن. احمد آقا یا خودی اگر بخوای یه پیغام به رئیس اداره برق بدی تو این قطعه برق چه پیغامیه؟ دورت بگردم اینجور که نمیشه ممادی آدم از نزدیک ببینمش. فرض کن من مثلا. مطمئنی؟ بله.